که تشکر میکنه از این توپ خوبی که براش فرستادن. فریدون زندی شاید مهرهایی مثل میلاد میداودی، حتی آندرانیک تیموریان اگه شرایط بازی رو واقعا پیدا کرده باشه که اسمش رو نیمکت نشینا رد شده، و گوران بیرکوویچ ذخیره‌ای که معمولا میاد به بازی، علی خسیف، خیلی زود شروع کردن. هنوز دقیقه 52 بازیه. انشالله که واقعا بند کفشاش باز شده. حساسیت تماشاگران رو هم برمی‌انگیزه این حرکت. هنوز خیلی مونده. علی